سلام میکنم به همتون، به همه شما همسفرهای هر شبه موشکاف. دوستان چند روز پیش تو همین برنامه از پاچگیری شیخ فری گفتیم و ادبیات باغباغیش که یه تصفیه حساب اساسی با دلواپسا و جکوچونورای باند علی گدا بود. یادتون هست؟ یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چه کار کنیم؟ بعد از این شاخشونه کشیدنهای حسن دینامیت دل و روده نظام پیچید تو هم و هر کی از راه رسید یه جفتکی نثار رئیس جمهور اعتدال مسلک نظام کرد. از امضاگیری تو مجلس وحوش بگیر تا لنگ کفش پرونی های مطبوعاتی، خلاصه زدن و کوبوندن تا بالاخره سر و عمامه ولی فقیه پیدا شد. حضرت آیت الله خامنه ای بخش پایانی سخنانشان را در این دیدار به موضوع تعامل با جهان اختصاص دادند. ایشان با تایید سخنان 2 روز قبل رئیس جمهور در جمع سفیران و کارداران در خصوص تعامل با همه دنیا افزودند در این میان 2 استثناء وجود دارد: رژیم صهیونیستی و امریکا. رابطه با آمریکا و هر گونه مذاکره‌ای در زمینه‌های گوناگون جز موارد خاص با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران حامل هیچ نفعی نیست. انسان عاقل دنبال نفعه، دنبال منفعت ملی است. کاری که برای ما منفعت نداره چرا انجام بدیم؟ ضرر هم البته داره. ضرر داره؟ خب اگه ضرر داره چرا ریش تو از رو میز مذاکرات جمع نمی کنی؟ اگه ضرر داره چرا میز مذاکرات چپ نمی کنی؟ ایشان افزودند البته در زمینه ادامه مذاکرات هسته‌ای منع نمی‌کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود، اما این یک تجربه ذی‌قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با امریکایی‌ها مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. بله، بنده هم مثل شما اصلا تعجب نکردم. مدت هاست که علی گدا تو فاز قیقاجه. یه وقت فکر نکنید این گیج زدنای خامنه و چراغ سبز نشون دادناش به شیخ فری واسه خاطر جمال بی نقطه کوسه و حسنشه ها. نه، اینا به خاطر وضع خراب نظامه. این علی گدای تحریمی زرخورده تلس شکسته راهی غیر از این پا و اون پا نداره. خب شیخ فری هم وقتی این وضعیت درام ولی فقیه میبینه معلومه که دم در میاره و ولوم هارت و پورتو میبره بالا. اما یک گروه کوچک دیگری هستند که نه منتقدند و نه مخالف دولت. یک گروه کوچکی هستند که در طول 9 ماه 10 ماه گذشته مشغول کارشکنی بودند. اتهامات ناروا، دروغ‌های فراوان. البته دولت صبر کرده، تحمل کرده، باز هم تحمل میکنه. حالا یه وقتی اتاق فکر تشکیل میدن اب نداره اون، اما وقتی به اتاق عملیات میرسه و ما عملیات رو میبینیم که شروع کردن، اونها هم باید بدونن که دولت هم مطلع، هم دقیقاً خبر داره و هم در این زمینه جملات متناسب با تخریب اونها به کار خواهد برد. آها، پس این که گفتی میفرستیشون به جهنم و این حرفا جملات متناسب با تخریب بود ها؟ یعنی از این به بعدم بله. آها، من به صراحت اینجا اعلام میکنم که مخاطب من در جمله و کلمه‌ای که در وزارت خارجه به کار بردم
که نقطه مقابل شیردل بود. این نه منتقدین مخاطب هستند نه حتی مخالفین، فقط اونهایی که دنبال تخریب هستند و ادامه دادن در این مدت و مدتی هست از اتاق فکر منتقل شدن به اتاق عملیات. اونها مخاطب این جمله بودند. ما همیشه باید بهترین واژه رو برگزینیم، واژه‌ای که بازدارنده باشه برای تخریبگران. آقا یکی به بنده موشکاف بگه این حسن فرفره پشتش به چی گرمه که اینجوری ونگ و ونگ راه انداخته؟ چی؟ به کوسه؟ نه. به علی گدا؟ نه عزیزم، نه. ها آی باریکلا، گل گفتی. پشت این شیخک بنفش به وضعیت پتال نظام گرمه، یعنی میدونه که تو این آشفت بازار النهای دلواپس و دلارام و دلنشین همشون باید بیان پشت همین خط زهرخوری. اما بدبخت حواسش نیست که با زهرخوری بی زهرخوری ته خط مسیر همشون دربست به طرف کجا؟ جهنمه. موشکار